این پیله کرم ابریشم قربان. بله درسته. اینها رو به عنوان یادگاری به کودکانی که به ما مراجعه میکنن میدیم. از هر پیله کرم ابریشم نزدیک به 1000 تا 1400 متر نخ در این ضخامت به دست میاد. اجازه نمیدن که از داخل این پیله ها کرم ابریشم به پروانه تبدیل بشه و سوراخش کنه. قبل از اینکه بخواد به پروانه تبدیل بشه اینها رو خشک میکنن پیله ها رو و در ظرف های بزرگ آب جوش نخهای ابریشم رو ازش جدا میکنن. نخها ریسیده میشه، رنگ میشه، میره توی کارگاه های رشتی دوزی، توی کارگاه های قالی بافی، توی کارگاه های پارچه بافی. پارچه به نام پارچه چادر شبه. کار زنان زحمتکش روستای قاسم آباد در استان گیلان، شهرستان رودسر. نقوش پارچه چادر شب 1 سال و نیم پیش در یونسکو ثبت جهانی شد. تبریک به مردم ایران، مردم گیلان، روستای قاسم آباد. و روستای قاسم آباد به عنوان روستای جهانی چادر شب در یونسکو ثبت شده. موزه به نام موزه قاسم آباد، مردم شناسی قاسم آباد. من شماره تماس همکارمو بهتون میدم. ایشون الان مسئول موزه هستن. موزه خصوصیه. ایشون بعد از بازنشستگی الان اونجا حضور دارن. حتما برید در سفرتون و اونجا رو ببینید.